سلام، این پستو نمیدونم میشه ضبط کرد یا نه. کلا من نیم ساعت دیگه باید برم آرایشگاه و نمیدونم چی میشه. بقیه‌شو فردا میگیریم. اگه شد چی بعدم نمیشه. حالا واکنش مامانم وقتی مامون کوتاه میکنم بر اساس داستان واقعی. دیروز من مامون کوتاه کردن خوب شده. حالا بچه‌ها موهای من چی بچه؟ بریم. سلام دخترم از دست رفت. کاری نکردم، یه کوتاه دیگه. نمیشه ضبط کنیم بچه ها، ضبط امروز نمیرسه. مهدی مضطرب عصبانیه، میخواد همه رو بزنیم. نه خیر، من فقط میترسم نرسیم. 20 دقیقه وقت داریم. بیا اونجا پای ظرفا وایسا. آخه بفرم موت کن. کچل کردی. کوتاه چیه این کچله؟ قرار بود موهاتو کوتاه. خاک به سرم قرار نبود. ام نداره حالا شما نتم. کوتاه نیست، این کچل شدی. چیکار کردی تو با موهات؟ خواستگار مگه دیگه برای تو گیر میاد؟ برای کشتی، تو برای کشتی صدقه. خیلی خوب. جدی خوب بود یا نه؟ ساجده خانم، من شما یه سوال دارم. لابد میخوای شرارای آتشینت هم بریزی بیرون بریزی. از شما یه سوال. برای چی؟ نه مامان میشه؟ از شما یه سوال دارم من. آفرین. یه سوال من از شما دارم. بعدم بندازی بیرون اینا رو. شرارای آتش. بعدم این شرارهای آتیش بیفته بیرون. حداقل بلندگون مینداختی پشت رو سری الان زده بیرون. خوبه. ساعت چنده؟ خب بعدیش بیا تو صورتم. نکنه ابروهاتم برشه. این سفیدیه چیه رو ماد رنگ کردی؟ چیکار؟ ابروهاتو که بر نداشتی. نه. پس سردمونم بردم. بگم چی؟ بگم دختر دارم. بگم دسته گل دارم. بگم ندارم. دختر ندارم. اینا چیه؟ موهاتو رنگ کردی اینا رو. من ببینم. بیا گلا رو آب دادم من ببینم. خدا این جواب کدوم گناه منه. امتحان دارم میشم باره میدونم. با این ساجده داری من امتحان. داری با این ساجده من امتحان میکنی. میتونم امیدوارم صبورم. من میشنم دعاتو. مثل کمکت کنم زن. نمیخوام، من کمک نمیخوام. عزیزم نباز 100,000 تومن گرفته بگم گرد بزنه تو موهات. چرا گردی اونا نمیدونه اگه تو خری. اونا نمیدونه اگه تو خری. شکست. هزینه های ضبط بچه ها همطور که میبینید ما برای پستا خیلی هزینه میکنیم. چیزی نشد؟ نه هنوز وقت داره. من تو گوشی من جلو رد میشم. بهتری ماما. از پشتی کلت شاید پسرها شده. 2 تا پسر. 2 تا پسر دارم برای اینا. خسته نباشی. چیزی نموندم فقط چک کرد. شما خسته نباشی. بچه تموم شد. شد ساعت 1:05. تو نیم ساعت تموم شد. بودو 6 گفت برقا میره قبل 6 بیاد برم. ما خیلی از ضبطمون این مدلی بود. آره. مثلا اوایل مثلا یه جای دیگه کار میکردیم. هول مجبور بود. بگیریم جدی شاید مثلا وقت دعوامون نمیشد. همین خیلی وقتمون این شکلی ضبط میکنیم ولی خوشحالیم که خنده رو لب شما بیاد. خدافظ. دوستتون داریم. خدافظ. میام با